سلام و درود به شما. در این ویدیو میخوایم چند مکان از ترسناکترین مکانهای دنیا را بررسی کنیم. اولین مکان در لیست ما جزیره عروسک ها. تمام ما انسان ها ترس مشترکی از دلقک ها، عنکبوت ها و حتی پرواز آنها داریم. و عجیبترین آنها ترس از عروسک هاست. تصور راه رفتن با چشمانی بیروح، تلو تلو خوردن و تمایل به کشتن انسان ها در خواب جز لیستی از این موارد است. حالا به جای یک عروسک گروهی از عروسک ها را فکر کنید. اینکه این عروسک ها در گوشه از خانه یا در اتاق زیر شیروانی یا حتی آویزان از درختان به فکر کشتن شما هستند. ترسناک شد نه؟ بد نیست بدانید جزیره‌ای در مکزیک وجود دارد که در آن عروسک های پلاستیکی به درختان آویزان هستند. خوشبختانه این عروسک ها قرار نیست به دنبال شما بیفتند. بنابراین از این بابت جای نگرانی نیست، اما دلیل حضور این عروسک ها کمی ترسناک است. بر اساس افسانه ها مرد جوانی به نام جولیان سانتانا به این جزیره نقل مکان می کند. وی بعد از مدتی بدن دختری را در یک کانال نزدیک محل زندگی خود پیدا می کند که در کنار او عروسک شناوری وجود داشته است. جولیان عروسک را به یاد آن دختر از نزدیکترین درختان آویزان می کند. او ادعا کرده بعد از آویزان کردن عروسک از درخت صدای قدمها و زمزمه ها و حتی گاهی فریادهای دختری را می شنیده است. جولیان با آویزان کردن عروسک های بیشتری تلاش می کند که آن دختر را آرام کند، اما موفق نمی شود. می گویند صداهای آن دختر تا وقتی که جولیان در آن جنگل جان باخته ادامه داشته است. جالب است بدانید جولیان توانسته بود با روح آن دختر ارتباط برقرار کند. در حال حاضر این جزیره یک جاذبه گردشگری محسوب می شود و گردشگران ادعا می کنند که چشمان عروسک های آویزان هر جا که می روند آنها را دنبال می کنند. گزینه دوم بیمارستان هیلز واورلی. بیمارستان هیلز واورلی در ایالات جنوبی واقع شده است و در ابتدا ساختمانی 2 طبقه بوده است که در آن از بیماران مبتلا به سل مراقبت می شده. با توجه به اینکه بیشترین میزان مرگ و میر را در کشور به علت بیماری سل داشت، تصمیم گرفتند این بیمارستان را گسترش دهند و هیلز واورلی تبدیل به یک بیمارستان 5 طبقه برای بیماران مبتلا به مرگ سفید یا سل شد. علت شهرت سل به نام مرگ سفید این بود که زمانی که فرد این بیماری مبتلا می شد رنگ پوست او رو به سفیدی می رفت. گفته می شود حدود 63,000 تا بیمار تا قبل از اینکه این بیمارستان تعطیل شود در اینجا مردند. بعد از کشف درمان بیماری سل این بیمارستان تبدیل به تیمارستان شد. از این دوره اتفاقات ماورالطبیعه شروع شدند. بازدید کنندگان این بیمارستان ادعا می کنند که گاهی صداهای عجیب و غریب از راهروها شنیده می شود. برخی نیز ادعا می کنند که سایه‌هایی در قسمت از این ساختمان مشاهده کردند. وحشتناکترین بخش این بیمارستان اتاق شماره 502 است. این اتاق متعلق به زنی بوده که زمانی که مبتلا به بیماری سل بود باردار شد. او خود را به سیم لامپ اتاقش دار زده بود. گزینه سوم جزیره هاشیما که در ژاپن یافت شده است. ساختمان‌های جزیره هاشیما قبلا محل سکونت کارگران معدن زغال سنگ بوده و در سال 1887 بنا شده‌اند. در سال 1959 این مکان یکی از شلوغ‌ترین مکان‌های زندگی در جهان شمرده می‌شد، به طوری که این جزیره با خط ساحلی با طول تنها 1 کیلومتر میزبان 5259 نفر از کارگران ژاپنی بوده است. سرانجام مقامات به این نتیجه رسیدند که استخراج زغال سنگ از این معدن صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه معدن را در سال 1974 تعطیل کردند. خوابگاه‌های کارگران نیز به یکی از مکان‌های ترسناک جهان تبدیل شده است و ساختمان‌های متروکه‌ای که می‌توانید در تصویر مشاهده کنید. جنگل خودکشی ژاپن. در نزدیکی کوه فوجی جنگلی به نام آوکیچیهارا وجود دارد که به عنوان یکی از محبوب‌ترین نقاط خودکشی جهان شناخته می‌شود و در اساطیر ژاپنی با خانه مردگان ارتباط نزدیک دارد. مشکل خودکشی ژاپن به حدی افزایش یافته است که در سال 2010 200 نفر اقدام به خودکشی کردند.
بر همین اساس در ورودی این جنگل اکنون به افراد هشدار می‌دهند که در صورت مشاهده خودکشی به دنبال کمک باشند و گشت‌ها به طور مرتب جنگل را برای یافتن اجساد جستجو می‌کنند. آیا شما چنین ماجرایی را باور می‌کنید؟ آیا در ایران هم چنین مکان‌های وحشتناکی وجود دارند؟ جواب این دو بله هست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. برای حمایت از ما سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار بدهید تا ویدیوهای بیشتر ما به دستتون برسه.